سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز. به این قسمت از فصل جدید خوش اومدید. خب همونطور که اگه فصل اول رو دنبال کرده باشید، ما اومدیم تو فصل اول در مورد این صحبت کردیم که چرا مغز ما برای ترید ساخته نشده. تو 8 قسمت حداقل 40 دقیقه ما اومدیم علمی هوشمندانه در مورد روانشناسی فرگشت توضیح دادیم که مغز کنونی انسان برای ترید ساخته نشده، چون مغز ما طی میلیون‌ها سال تکامل برای بقا ساخته شده و بازارهای مالی پر از تهدید ضد بقای ماه. و اگر داخل این بازار ما دچار استرس میشیم، ما دچار یه ذره ضعف میشیم درون خودمون، اینا همه طبیعیه، چون درون ذات انسانه: ترس، طمع، ریسک. حالا داخل فصل جدید، یعنی فصلی که میخوایم با هم دیگه شروع کنیم، میخوایم در مورد این صحبت کنیم که زنان و مردان چه تفاوت‌هایی از لحاظ فرگشتی روانی با هم دیگه دارن. یعنی چی؟ یعنی آقا تو زمان ترس زنها چطور تصمیم میگیرن، تو زمان استرس چطوری تصمیم میگیرن، چه فرقی با مردا دارن از لحاظ روانشناسی. چرا مثلا میگن داخل بازارهای مالی زنان از مردان ریسکشون کمتره؟ چرا؟ خب چرا کمتره؟ ما میایم دلیل اینا رو توضیح میدیم، کم کم میریم جلو و در آخر نتیجه گیری میکنیم که واقعا یک زن یا یک مرد برای ترید ساخته شدن یا نه. مقدمه علمی: تفاوت‌های روانی زن و مرد رویکردهای زیستی، تکاملی، فرهنگیه. چرا زنان و مردان متفاوت فکر میکنن، تصمیم میگیرن و حتی دنیای اطرافشون رو متفاوت میبینن؟ پاسخ به این پرسش نه در کلیشه که بگیم هیچ فرق بینشون نیست و فلان، بلکه در تلافی هزاران سال تکامل، ساختار مغز، هورمون و فشارهای محیطیه. جوابش داخل فشارهای محیطیه، داخل هورموناست، داخل ساختار مغزه. تفاوت در سطح فردی یا جنسیتی. در روانشناسی همیشه بین تفاوت فردی و تفاوت جنسیتی میانگین تفکیک وجود داره. یعنی چی؟ مثلا ممکنه یک زن در حل مسئله بهتر از اکثر مردان عمل کنه، اما به طور میانگین مردان در تست های فضایی نمره بالاتری میگیرن. این یعنی همه زنان اینطور نیستن، اما در توزیع جمعیتی الگوهایی دیده میشه که اهمیت آماری دارن. یعنی چی؟ یعنی شما فکر کن 1000 تا مرد داریم، 1000 تا زن داریم. از این 1000 تا زن 100 تاشون کمی ریسکشون از اون 900 تا بیشتره، ولی چون جمعیت اون 900 نفر بیشتره، ما میایم توزیع جمعیتی رو در نظر میگیریم که آمار اونا بیشتر. حالا اگه 100 تاشون هم برای فرهنگشون، برای جایی که تربیت شدن، یکم سرشون تاثیر داره، ولی در کل اون توزیع جمعیتی مهمه. هر تفاوتی میان زن و مرد حکم قطعی برای افراد نداره، بلکه گرایش های جمعی و تکاملی رو نشون میده. روانشناسی تکاملی چی میگه؟ روانشناسی تکاملی تلاش میکنه بفهمه چرا مغز و رفتار انسان، مخصوصا تفاوت‌های جنسیتی، به شکل کنونی در اومده. اصل کلید اینه: هر رفتاری که احتمال بقا یا تولید مثل ما رو بیشتر کنه، در نسل بعدی ما هم باقی میمونه. در مورد زنان، در دوران شکار و جمع‌آوری زنان اغلب در محیط‌های نزدیک به پایگاه میموندن، یعنی جایی که قبیله بود میموندن، با فرزندان سرکار داشتن و به شکل‌های ساختاری اجتماعی حساس بودن. این باعث شد قدرت تشخیص، هیجانات، همدلی و ارتباط کلامی داخل اونا تکامل پیدا کنه، بره بالا. در مورد مردان، نقش شکار داشتن، باید میرفتن غذا تهیه میکردن، فراهم میکردن برای زنان. رقابت با سایر نرها و جلب توجه ماده باعث شد ریسکشون بره بالاتر، رقابت طلبی داشته باشن و تفکر فضایی در مغز مردان تقویت بشه. مغز زن و مرد تفاوت‌های ساختاری
و داخل مطالعات MRI نشون میده مردان اغلب ارتباط بیشتری با بخش‌های درون نیمکره‌ای دارن. تمرکز، حل مسئله، فعالیت‌های فیزیکی بیشتر و زنها بیشتر ارتباط بیشتری بین دو نیمکره دارن. پردازش زبان، هیجانات، حافظه اجتماعی و غیره. مثالشو بزنیم، هنگام بحث یا تعارض زنان از نوایی احساسی و زبانی مغز بیشتر استفاده میکنن. مردا تمایل دارن وارد مسئله بشن یا دعوا کنن یا اگر دیدن جواب نمیگیره فرار کنن. و تاثیر محیطی فرهنگی چیه؟ فراموش نکنید که هر رفتار فقط بیولوژیکی نیست، فقط تکاملی هم نیست، تکاملی هست، ولی الان فرهنگ، تربیت، زبان و نقش‌های اجتماعی تأثیرات عظیمی بر هویت روانی جنسیت‌ها داره. دخترانی که در محیط‌های رقابتی بزرگ میشن ریسک پذیریشون نسبت به الباقی دخترها بیشتره و پسرانی که در فضای پر از محبت رشد میکنن توان بالاتری در همدلی دارن. بنابراین باید بین تمایل‌های ذاتی و توانایی‌های پرورشی تمایز قائل باشیم. یه جنبندی داشته باشم، زن و مرد به طور میانگین تفاوت‌های روانی دارن که ریشه در تکامل ساختار مغز داره. اما این تفاوت همیشه به رفتار خاص منتهی نمیشه. محیط، تربیت و آگاهی میتونه رفتار ما رو متحول کنه. 3. شناخت این تفاوت به ما کمک میکنه تا درک عمیقی از تصمیم‌های خود و دیگران داشته باشیم. دیگه رو تصمیماتی که میگیریم درک داریم، یا پارتنرت یا همسرت یا خواهر مادرت یه تصمیم میگیرن، تو با دیدگاه خودت نگاه نمی‌کنی بلکه به دیدگاه اون نگاه می‌کنی دیگه، به چشم اون می‌بینی داستانو و قضاوتت میاد پایین‌تر چون داری به چشم اون نگاه می‌کنی، چون درکت رفته بالا و این باعث میشه روابط سالم‌تری بسازیم. در بازارهای مالی و تصمیم گیری‌های حیاتی واقع گیرانه تصمیم بگیریم، رفتار کنیم، واقع گرایانه تر رفتار کنیم. اصلا چرا باید تفاوت روانی زن و مرد رو بدونیم؟ در دنیای مدرن خیلی تلاش میکنن تفاوت‌های جنسیتی رو به طور کامل انکار کنن. انکار پذیرش نیست به معنای تبعیض، اما در روانشناسی علمی این نگاه ساده‌گرانه است. خب تا اینجا یه نتیجه گیری کامل انجام بدیم. ما اومدیم بخش اول رو توضیح دادیم و در مورد بخش دوم و فصل دوم هم که میخوایم بسازیم فهمیدیم چی کار میخوایم کنیم. تو بخش دوم ما میخوایم بیایم بفهمیم که بین زن و مرد چه تفاوتایی هست، چرا برخی از زنان بهتر تصمیم میگیرن بعضی از مردان نه، چرا بعضی از زنان سطح ریسکشون از مردا پایین‌تره و اینو طبق روانشناسی تکاملی ما یاد میگیریم. داخل دنیای مدرن خیلی تلاش میکنن که تفاوت‌های جنسیتی رو به طور کامل انکار کنن، انکار پذیرش تفاوت به معنای تبعیض. اما در روانشناسی علمی این نگاه کاملا ساده انگارانه است. تفاوت داشتن به معنای پایینتر یا بالا بودن نیست، به معنای استراتژی‌های متفاوت برای بقا و موفقیت. وقتی تفاوت‌ها رو میفهمیم نه تنها روابط انسانی بلکه بهبود پیدا میکنه، بلکه رفتارهای پیچیده ما در بازار، خانواده، شغل و آموزش، حتی معنویت قابل تحلیل میشن. زن و مرد دو نسخه متفاوت از یکدیگرن، دو نسخه زیستی هن با مسیرهای تکاملی نسبتا مجزا. مغز انسان جنسیت داره نه بی‌طرف. مغز انسان به طور جنسیت دار تکامل پیدا کرده، نه اینکه 100% رفتارش تابع بیولوژی باشه. اما چارچوب ادراکی، هیجانی و تصمیم گیرندش در پایه هورمون و ساختارهای مغزی متفاوته. یعنی چی؟ یعنی آمیگدال در مردان بزرگتره، پردازش تهدید، رقابت، ترس، واکنش به خطر. در زنان هیپوکامپ در زنان عملکرد قوی تری داره، حافظه رویایی، هیجانی بهتر.
نمونه‌هایی از تفاوت‌های شناختی هم بخوایم مثال بزنیم داخل مردان و زنان. زنان تفکر فضایی بالاتر و مردان پایین‌تر دارن. حافظه کلامیشون برخی از زنان بیشتره، داخل مردان کمتره. ریسک پذیری مردان بیشتره، ریسک پذیری زنان کمتره. همدلی و درک هیجان داخل مردان کمتره ولی زنان بیشتره و اینجا رو من اشتباه کردم. تفکر فضایی مردان بالاتره تا زنان. این تفاوت‌ها به این معنا نیست که مردان نمیتونن همدل باشن یا زنان ریسک نمیکنن، بلکه همونطور که اول گفتم میانگین آماریه، نه یه نسخه کامل. روانشناسی تکاملی نقطه شروع تفاوت‌های روانشناسی تکاملی تلاش میکنه نشون بده چرا رفتارهای امروز ما ریشه در محیط‌های اجدادی ما داره. برای هزاران سال بشر در شرایط شکار و گردآوری زندگی میکرده. در اون فضا زن با مرد وظایف کاملا متفاوتی داشتن و مغزشون برای اون وظایف تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی زن تمرکز بر بقا و سلامت فرزندش مهم بود. نیاز به پیشبینی خطرات داشت. حس ایمنی میخواست و تشخیص حالتهای عاطفی دیگران رو چون تکامل پیدا کرده میتونه بشناسه که کی الان داره دروغ میگه، همون حس ششم که میگن. سر همینی که داخل زنان تقویت پیدا کرده. به این نکته کاملا دقت کنید. چون تمرکزش بر بقا بوده و مثل مردان قوی نبوده که از خودش دفاع کنه، از فرزندش دفاع کنه، حس ششمش قوی تر شده. نیاز به شبکه‌های اجتماعی پایدار داشته، مهارت‌های کلامیش رفته بالا، پرهیز از تنش و همدلی، ترجیح میداد به امنیت و منابع پایدار انتخاب کنه تا جنگ و گریز. ولی مردان کاملا متفاوته، درگیر شکار بودن، رقابت، جلب توجه جنس مخالف، افزایش پرخاشگری و رقابتی داشتن، تمرکز بر دستاورد بودن مغز مردان و کاهش حساسیت‌های هیجانی. اولویتشون به ریسک و ماجراجویی بوده، موفقیت در شکار یا جنگ بوده که جذابیت بیشتری برای جنس مخالف داشته. تمرکز مردان بر تعداد فرزند بوده نه کیفیت مراقبت. انتخابگری کمتری داخل روابط داشتن. در نتیجه زن و مرد در تصمیم گیری ها داخل دنیای امروز کاملا از دو مسیر کاملا متفاوت فیلتر میشن. تصمیم گیری ها رو فیلتر میکنن. یکی امنیت میبره، دیگری دستاورد میبره. و چرا این تفاوت ها هنوز باقی موندن؟ درسته که محیط الان ما مدرن شده، اما مغز ما هنوز در عصر حجر زندگی میکنه. زن در فضای رقابتی بازار هنوز از تهدیدات اجتماعی مثل طرد شدن بیشتر آسیب میبینه. مرد در تصمیم گیری ها سرمایه گذاری اغلب پیش اعتماد به نفسن که ریشه در تکامل اونا برای ریسک داره. حتی وقتی زن و مرد در یک موقعیت مشابه قرار میگیرن انگیزه هاشون هم متفاوته. مرد ممکنه بخواد برنده باشه، زن ممکنه بخواد پایدار بمونه. ترکیب روانشناسی و جامعه، اما تفاوت‌های بیولوژیکی صرفاً نیست. یعنی چی؟ یعنی جامعه نیست تفاوت‌ها رو تقویت یا سرکوب میکنه. دختر بچه‌ای که تشویق به رقابت میشه ساختار روانی متفاوت‌تری از دختر محافظه‌کار داره. پسر بچه‌ای که درک هیجانات رو یاد میگیره در روابط انسانی عملکرد قوی‌تری داره. بنابراین بیولوژی، محیط، تربیت و تجربه همه با هم ساختار ذهنی و جنسیتی ما رو تشکیل میدن، شکل میدن. جنبندی تا الان: 1. تفاوت‌های روانشناختی زن و مرد واقعی، علمی و مستندن
اما نباید اونا رو قطعی و محدود کننده بدونیم. مغز زن و مرد برای بقا در تو مسیر متفاوت طراحی شدن، اما در دنیای مدرن نیاز به همکاری، ادغام و شناخت متقابل دارن. اگر این تفاوت‌ها رو بشناسیم، میتونیم در تصمیم‌گیری‌های مالی، ارتباطی و شخصی دقیق‌تر رفتار کنیم. و جلوتر که میخوایم ادامه بدیم میرسیم به این روانشناسی تکاملی و روان تصمیم گیریم. چرا تو قسمت جدیدمون که میخوایم بریم، قسمت اولمون میشه همین، چرا زن امنیت میخواد و مردم فرصت رو شکار میکنن. ذهن ما برای تصمیم گیری های مدرن طراحی نشده، بلکه برای تصمیم گیری هایی ساخته شده که به بقای ما در شرایط خشن عصر حجر کمک میکرد. در دوران اجدادی ما هر تصمیمی از انتخاب شریک تا خوردن غذا یا فرار از تهدید میتونست مرگ یا زندگی برای ما رقم بزنه. این ذهنیت خطرمی‌بر هنوز در ناخودآگاه ما فعاله، مخصوصا وقتی پای انتخاب‌های مهم به میون میرسه. تفاوت استراتژی تولید مثل برابری میکنه با تفاوت تصمیم گیری. در زیست شناسی تکاملی یک اصل کلیدی وجود داره: زنان سرمایه‌گذاران سنگین در تولید مثل هستند و مردان سرمایه‌گذاران سبکن. زن در هر بارداری 9 ماه از بدن خودش کار میکشه، 9 ماه از بدن خودش رو سرمایه‌گذاری میکنه، همراه با ریسک مرگ، کاهش انرژی و نیاز به حمایت. مرد میتونه از نظر زیستی صدها شریک و صدها فرزند داشته باشه بدون هیچ هزینه جسمی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این: رفتار زنانه و مردانه، ریسک پذیری پایینتر داخل زنا و داخل مردا بالاتر، آینده نگری زنان بالاتره، داخل مردان کمتر، دقت در انتخاب شریک داخل زنان بالاتره، داخل مردا کمتره، تمایل به ثبات داخل زنان به شدت بالاتر تا مردها، حساسیت به منابع داخل زنان بیشتر تا مردا. چرا اینا مهمه و وجود داره؟ نگاه کن، آینده نگری. فکر کنین که یه خانم میخواد با یه آقای ازدواج کنه، اگر اون خانم نتونه اینو متوجه بشه که اون آقا میتونه حمایتش کنه داخل اون دوران، معلومه نمیره سمتش و بقای خودش و فرزندش مهمه. دو ذهن، دو منطق تصمیم گیری. منطق زنان تکاملی چیه؟ آیا این انتخاب باعث امنیت من و فرزندم میشه؟ زنها برای اطمینان از تعهد و ثبات طرف مقابل نشونه‌های اجتماعی و احساسی رو بررسی میکنن. الان توضیح دادم. انتخاب همسر، خرید خانه، شغل، سرمایه‌گذاری، همگی تحت فیلتر امنیت، پیش‌بینی پذیری با هم کار میکنن. و اینجا منطق مردان تکاملی چی میگه؟ آیا این انتخاب موقعیت رقابتی منو بهبود میده؟ مردا تمایل دارن تصمیم بگیرن که دستاورد بیشتر ایجاد کنن، حتی با وجود ریسک بالا. شکار و فرصت، چه در رابطه باشه چه در سرمایه گذاری، بخشی از ذهن استراتژیکی مردانه. تصمیم گیری داخل بازارهای مالی، یه مثال علمی بزنم، عملی بزنم، یک زن تریدر بیشتر تمرکز داره روی مدیریت سرمایه، حفظ سود و ثبات در بلند مدت، بقا. ریسک های غیر منطقی رو کمتر میپذیره. یعنی داخل یه خبر که وقتی میاد بازار یهو میریزه، این مخالفش وارد نمیشه حجمم ببره بالا، میترسه چون بقاش مهمه. و نسبت به افت سرمایه حساس‌تر، ناراحت میشه. ولی یک مرد تریدر اغلب تمایل داره به اثبات توانمندی، ورود سنگین میکنه و جبران سریع ضرر براش مهمه. ممکنه سود و کوتاه مدت یا فدای تصویر بزرگتر کنه. مطالعات واقعی
تحقیقات واقعی انجام شده در بانک‌های سرمایه‌گذاری نشون داده که پورتفوی تریدرهای زن در بلند مدت و نوسان کمتر و سود پایدارتری داره، در حالی که تریدرهای مرد در دوره‌های پرنوسان سود یا زیان شدیدی رو ثبت میکنن. زنان کنترل درونی بالایی دارن نسبت به مردها. مردها اتکا به محیطن. در روانشناسی یه مفهومه به اسم منشأ کنترل. آیا ما رویدادها رو ناشی از درون خود میدونیم یا عوامل بیرونی؟ زنها معمولا کنترل درونی بالاتری دارن. میپرسن من چیکار کنم که اوضاعم بهتر بشه؟ مردها بیشتر به عوامل بیرونی و رقابتی توجه میکنن. چگونه از این موقعیت استفاده کنم؟ ببین چقدر فرق بین این دوتا سوالی که از خودشون میپرسن. من چیکار کنم که اوضاع بهتری داشته باشم؟ زنها میگن و مردها میگن چگونه از این موقعیت استفاده کنم. این تفاوت میتونه باعث بشه که زنها در شرایط فشار با اضطراب بیشتری تصمیم بگیرن، زیرا مسئولیت درونی بیشتری حس میکنن، در حالی که مردم ممکنه تصمیم گیری خودشون رو توجیه کنن. بابا بازار مقصر بوده، خبر اومد فلان زد، من بدبخت شدم. تجربه زمان و تصمیم گیری، حتی درک زمان هم بین زن و مرد تفاوت داره. زنها افق زمانی بلندتری دارن به دلیل نیاز به مراقبت طولانی از فرزند. تصمیم گیری بلند مدت یعنی محافظه‌کاری منطقی. ولی مردها به پاداش فوری حساس ترند. تکامل بر مبنای رقابت آنیه. تصمیمات هیجانی پیگیری نتایج کوتاه مدته. این تفاوت ریشه در شبکه دوپامین داره. دوپامین رو من داخل فصل 1 توضیح دادم. یه ویدیو کلا در مورد دوپامین ببین نگاه کنید. در مردا با انگیزه لحظه‌ای فعالتر میشه. یعنی چی؟ یعنی داخل مغز مردان زمانی که به یک سود میرسن فعالتر میشه. نتیجه و کاربرد داخل زندگی روزمره‌مون چیه؟ در رابطه زن دنبال یک قول درونیه، مرد دنبال ثبات بیرونیه. در سرمایه گذاری زن به دنبال حفظ و مدیریت، مرد به دنبال رشد و شکاره. میخواد یهو رشد کنه. جفتشون میخوان رشد کنن، زن و مرد، ولی یکی آهسته تر، یکی رقابتی تر. در تصمیمات خانوادگی زن آینده نگرتر و مسئولتره و مرد بیشتر به تغییر سریع فکر میکنه. یه چک لیست کاربردی بخوام بهتون بدم. سوال برای زن مناسبه یا مرد؟ چرا؟ این تصمیم من آیا آینده منو تضمین میکنه؟ زن افق بلند مدت و امنیت بیشتری رو میبینه. آیا این تصمیم منو برنده میکنه؟ مرد رقابت و اعتبار رو میبینه. آیا میتونم نتیجه رو کنترل کنم؟ زن کنترل درونی رو میبینه. آیا ریسک اون رو میپذیرم؟ مرد پاداش فوری رو میبینه. مغز فضایی و مغز هیجانی چیه؟ چطور زن و مرد در دنیا هستن الان و دنیا رو کاملا متفاوت تجربه میکنن؟ تحلیل احساسی و روانیشون چیه؟ مغز زن و مرد نه بهتره نه بدتر، فقط متفاوته. یعنی نمیتونیم بگیم که زنها مغزشون بهتره مردا بدتره یا بالعکس. در روانشناسی عصبی امروز اصل اساسی این موضوع اینه ساختار مغز زن و مرد در برخی نواحی تفاوت داره و این تفاوت‌ها بر شیوه درک، تصمیم گیری و پاسخ اثر میذارن. اگر مغز رو نه به عنوان یک عضو مستقل بلکه به عنوان فیلتر واقعیت در نظر بگیریم، در میابیم که مغز زن واقعا در دنیای امروز جور دیگه ای فکر میکنه، دنیا رو طور دیگه ای تجربه میکنه، نه فقط از نظر عاطفی بلکه حتی در سطح ادراک و شناختی.
ساختارهای مغز کلیدی متفاوت از هم دیگه هستن و این کلیدها سویچشون هم متفاوته، با هم دیگه نمیخورن. ساختار مغز نقش‌های متفاوتی بین زن و مرد داره. آمیگدال پردازش هیجان، تهدید، پرخاشگری داخل مردان بیشتره، واکنشش داخل مردان شدیدتره و نسبت به رقابت و خطر بیشتر مردا حساسیت نشون میدن. هیپوکامپ حافظه بلند مدت، حافظه احساسی داخل زمان فعالتره، مخصوصا در یادآوری اتفاقات عاطفی. یعنی آقا شما پارتنرت یه دونه اتفاق عاطفی گذشته، سالها گذشته، تو اصلا یادت نیست، اون یادشه. یا میگه یادت فلان جا رفتیم، مثلا یه قهوه خوردیم، بعد یه باد آروم اومد. مرد اصلا شوت، اصلا فکرش داخل کارشه. این میگه با این چی میگه؟ زنا اینطوری فکر میکنن. قشر پیشانی PFC، تصمیم گیری، مهار تکانه رشد داخل زنان بیشتره. کنترل بهتر در نوجوانیه. مرکز زبان، پردازش گفتار و معنای قوی‌تری داخل زنان داره. روانگوان، درک کلامی بهتری دارن، درکشون بهتره. مرکز فضایی، جهت‌یابی و ساختار فضایی عملکرد بهتری داخل مردان داره. مسیریابی یا تجسم فضایی داخل کار، درک کار. مثلا مثلا مردایی که فنی هستن، اونا یهو کار میبینن سری میرن قلقشو در میارن، میفهمن که کجای کار مشکل داره. دو الگوی درک واقعیت. مغز مردان، پردازش فضایی و جهت محوره. تواناییشون چیه؟ ساخت نقش ذهنی، تخمین فاصله، درک سه‌بعدی. استفاده از تجسم برای حل مسئله و جهت‌یابی، تمرکز بالا روی هدف و محور میخواد. مهارت در کارهای مکانیکی، چرخش‌های ذهنی اشیا، که مثلا شما یک چرخدنده رو که بذاری، چرخدنده پایینشو بزنی، باعث میشه که سرعت دور بره بالاتر یا بیاد پایینتر. این میشه دید سه‌بعدی. داخل مردان قوی‌تر هوش فضاییشون. یا همون مکانیکی که مثال زدم، تا کار رو میبینه سری میگیره باید چیکار کنه. میگم مرد از داخل باگ میره، داخل موتور میاد بیرون، همینه. در رانندگی یا بازی‌های ویدیویی مردان سریعتر موقعیت‌ها رو میبینن. در ترید، این به معنای علاقه به نمودار و تحلیل تکنیکال خامه. یعنی تکنیکال هم ببینن، خب حالا درک ازش نداشته باشن، دوست دارن سمت این برن و اینو یاد بگیرن. مغز زنانه پردازش هیجانی و شبکه‌ایه. مهارت بالا در تشخیص حالات چهره، صدا و نشانه‌های اجتماعیه. حافظه هیجانی قوی‌تر، جزئیات احساسی سالها قبل و به وضوح به یاد میارن. پردازش همزمان چند منظوره. مثلا در حال مکالمه مراقب کودکم و پخت بز همزمان هم انجام میدن. یکی مرد ببینه اصلا پراش میریزه. یا واقعا چطوری تو هم مکالمه میکنی با خواهرت، حرف میزنی، غیبت تو میکنی، هم مراقب بچه‌ای، هم همزمان داری پیاز خورد میکنی. اولویت به روابط و زمینه انسانیه. مثال در ارتباط انسانی یا مذاکره زنان بهتر عمل میکنن، لحنشون بهتره. تغییرات ظریف صدان، میدونن چه استراتژی الان باید به کار ببرن که دل این پسر رو به کار به دست بیارن. مثلا تو یه مهمونی یه نگاهی به پسر کنه، تمومه. با همون یه نگاهی معنا داره، اونو میتونه بکشه سمت خودش. پیام و صوت‌های غیر کلامی رو دریافت میکنه. در بازار مالی اونا تمایل دارن داده ها رو در بافت احساسی معنا کنن، نه صرفا اعداد رو نمیبینن، با اعداد کاری ندارن، احساس تصمیم میگیره. یعنی چی؟ یعنی آقا میگن الان بازار که الان اومده پایین، اون فروشنده ها، اون خریدارا، اونایی که الان تو سودن، چه مثلا حسی دارن، اونایی که داخل ظاهرن احساسشون رو بهتر درک میکنن. تفاوت در سبک پردازش اطلاعات، فرایند زنانه و مردانه است. تمرکز گسترده، شبکه تونلی، هدف محور، یادگیری بر اساس تجربه،
احساس بر اساس ساختار منطقه. حل مسئله چند عاملی وابسته به زمین مستقیم تک مرحله‌ایه. تعامل اجتماعی، احساس به تغییرات ظریف، محدود به پیام‌های سریع. تحقیقات: مردان تمایل دارند اطلاعات و تفکیک شده پردازش کنند، در حالی که زنان الگوهای شبکه‌ای و در هم تنیده ایجاد می‌کنند. یعنی احساسات، پردازش و بروز مقابل هم. یکی از نقاط کلیدی تفاوت مغز زن و مرد در تعامل با هیجانات. زنها احساسات رو سریعتر تشخیص میدن، راحتتر در مورد احساسات صحبت میکنن، حافظه عاطفی قویتری دارن، مغزشون برای همدلی بهتره. مردها هیجان رو دیرتر شناسایی میکنن، تمایل به سرکوب یا انکار احساسات دارن. یعنی چی؟ یعنی آقا واقعا داخل یه رابطه احساسی شکست خوردن خودشون میاد سرکوب میکنن، بابا ولش کن دیگه، من مردم، تستوسترونم بالا، سرکوبگرن. پاسخهای احساسی به رفتار فیزیکی جایگزین میکنن، مثل خشم یا کنترل گیری. قطب میشن. اغلب احساسات رو به عمل تبدیل میکنن، نه به گفتگو. اگه ببینم میخواد واقعا دعواشه، میان تو دل دعوا. کاربردهای واقعی در زندگی و بازار. در زندگی روزمره خودمون، مرد ممکنه در یک دعوای عاطفی بیشتر بر حل مسئله تمرکز کنه، مثل خب بگو چه کاری کنم، چیکار کنم. زن به دنبال درک احساسیه، نه راه حل فوری. وقتی زن حرف میزنه، مرد باید گوش بده، نه تحلیل کنه. در ترید و سرمایه گذاری، زن بیشتر از ترندها، اخبار و نوسانات احساسی بازار نتیجه میگیره، احساسی میشه، متاثر میشه. مرد ممکنه روند بازار صرفا بر اساس الگو و منطق تحلیل کنه و دنبال کنه. هر دو دیدگاهشون ناقصه. ترکیب شناخت فضایی به علاوه هیجان قوی ترین مدل تحلیله. یعنی اگه زن و مرد بتونن در کنار هم دیگه کار کنن، این میشه یک ترید ساختارمند. جنبندی کل قسمت: یک، مغز زن و مرد ساختار متفاوتی دارن و این تفاوت در ادراک، احساس و تصمیم گیری منعکس میشه. مردها در دنیای بیرونی فضایی بهتر تجسم میکنن، زنها در دنیای درونی خودشون بهتر تحلیل میکنن. این تفاوت‌ها اگر شناخته بشن و برای خودشون هم شناخته بشن، ابزار قوی برای موفقیت، درک بهتر در روابط انسانی فراهم میکنه، نه فقط ترید، داخل تمام روابط انسانی و اجتماعی میتونه ایجاد کنه. نمیدونم ادامه بدیم یا نه. به 35-6 دقیقه شده. بخوام ادامه بدیم 1 ساعت شاید تمومش کنیم. کم دیگه مونده، ما شاید 1 ساعته اینو تموم کنیم. چون مثال هایی باید بزنم، من اینو پاس میکنم برای قسمت دوم. شما هم خسته نشین از گوش دادن. مثال هایی هم میخوام بزنم و این قسمت هم تموم شد و ما اومدیم اینو یاد گرفتیم که لحاظ روانشناسی زن و مرد مثل هم دیگه فکر نمی کنن.